خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. انشالله که حال همگی خوب باشه. شب همگی بخیر. خب، همونطور که به خاطر دارید من خدمتتون ابتدای ترم عرض کرده بودم. ما چون یه سری فعالیت‌های عملی هم می‌خوایم تو درس داشته باشیم برای موضوع روش پژوهش و ارائه و قاعدتاً زمان مشخص شده برای کلاس برای این فعالیت‌ها کافی نیست. ما مجبور هستیم یه سری جلسات فوق برنامه رو حتما داشته باشیم. قبلا یک زمانی رو رسما تو برنامه درس داشتیم روزهای چهارشنبه صبح که حالا بنای من این بود که حالا بعضی از هفته‌ها، نه همه هفته‌های ترم، ما اون جلسه رو به صورت حضوری برگزار کنیم. منتها حالا مشکلاتی که بچه‌ها داشتن بیشتر توی قسمت اخذ دروس عمومی و بعضی از مسائل دیگه عملا باعث شد ما ساعت اون درس رو تغییر بدیم و به زمانی منتقل شد که دیگه تقریبا برگزاری حضوری تو اون ساعت امکان پذیر نبود. حالا با توجه به اینکه این قسمت از درس از نظر زمان فوق برنامه به حساب میاد، ترجیحمون این شد که این رو حالا به صورت مجازی برگزار کنیم، شبیه همین جلسه که امروز خواهیم داشت. فکر می‌کنم تا آخر ترم چند جلسه دیگری رو هم باید به همین شکل برگزار کنیم. البته برای زمانش باید برای هر جلسه هماهنگی جداگانه انجام بشه. جلسه رو هم ضبط می‌کنیم که احیانا اگر از دوستان کسانی بعداً بخوان فیلم رو بازبینی بکنن و مطالب رو ببینن امکانش وجود داشته باشه. از دوستانی هم که وقت گذاشتن و تو این ساعت برای درس تشریف آوردن تشکر میکنم. خب، کسی نکته‌ای داره یا سوالی مطرح میکنن الان دوستان؟ بسیار خوب. خب، عرض به حضورتون که یکی از فعالیت‌هایی که ما قبلا هم عرض کردیم باید در این درس انجام بدیم بحث به تعبیری ویراستاری مقالات و فرمت دهی مجدد به مقالاتیه که نوشته شدن. حالا من واقعیتش چون عرض کردم بحث نوشتن مقاله یه مقداری از برنامه این درس ما فاصله داره و من توقع ندارم الان شما به عنوان دانشجوی مثلا ترم 5 یک مقاله علمی پژوهشی کامل رو بنویسید، ولی این که با چیزهایی که تو این درس یاد میگیریم بتونیم یک مقاله ای رو از نظر ویرایشی و نگارشی اصلاحات لازم رو روش انجام بدیم و از نظر ساختار مقاله و قالب بندیش هم همینطور بتونیم اون رو به یه سطح استانداردی برسونیم. این چیزی هست که حالا با آموزش هایی که انجام میشه امکان پذیره و میتونیم توقع داشته باشیم که حتما توسط عزیزان یاد گرفته بشه. برای این هدف هم گفتیم با یک تیر دو نشون میزنیم، هم شما کار یاد میگیرید هم مقالات دومین کنفرانس فضای سایبر رو با این برنامه ویرایش خواهیم کرد. خب میدونی یکی از چیزهایی هم که خیلی موثر است تو یادگیری انجام دادن دیگه. میگن خب یه 3 ساعت از یادگیری وجود داره، یه وقتی فقط میشنویم، همین که مثلا سر کلاس بشینیم گوش بدیم یا خودمون کتاب بخونیم، خب این 1 ساعت از یادگیریه. 1 ساعت دیگه اینه که ببینیم، یعنی ببینیم یه کسی داره اون کار رو انجام میده از روی اون یاد بگیریم. ولی بالاترین سطح یادگیری زمانی که خودمون انجام میدیم. یعنی الان هر چقدر هم من بخوام قواعد نوشتن مقاله رو خدمتتون عرض بکنم، زمانی که خودتون این کار رو انجام میدید و درگیرش میشید این بالاترین سطح یادگیری اتفاق میفته. برای همین اصرار دارم این قسمت‌های عملی درس حتما به همین شکل باشه که شما اون کار رو انجام بدید، نه اینکه صرفا من بیام یه توضیحاتی بدم و کار تموم بشه. قاعدتا دوست داریم که همه دوستان بخش ویراستاری مقاله و ساختاربندی مقالات رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرن و همونطور که عرض کردم مبنای کارمون هم برای اینکه این کار تجربه بشه خود مجموعه مقالات
کنفرانس فضای سایبر خواهد بود. 75 تا مقاله است و ما چیزی حدود 50 نفر دانشجو توی درس داریم که در واقع برای هر نفر یک مقاله تخصیص داده خواهد شد که این زحمتش رو دوستان بکشن. حالا امروز کاری که میکنم اینه که این ساختار رو خدمتتون توضیح میدم و در کنارش نمونه‌هایی از کار با لاتک رو هم با هم خواهیم دید، ببینیم چطور روی خروجی ها میشه کار کرد و بعد از اون مقالات خدمت شما تخصیص داده میشه. به هر کدوم از دوستان یک مقاله خواهیم داد و فرصت لازم برای اینکه کار رو اون مقاله انجام بدن و اون رو در قالب یک تکلیف از شما تحویل میگیریم. خب اجازه بفرمایید من اون فایل فرمت رو براتون باز کنم و روی اون توضیحات لازم رو عرض کنم. خب فایلی که اینجا ملاحظه میکنید اون قالبی هست که ما برای نوشتن مقاله در اختیار نویسنده ها قرار میدیم و برای اینکه در واقع توضیحات کافی هم برای مقاله بهشون داده شده، توی همین فایل شبیه یک مقاله توضیحات نوشته شده. یعنی ظاهر این فایلی که الان صفحه دارید ملاحظه میکنید شبیه اون ساختاری خروجی مقالات نیاز داریم. توضیح نسخه نهایی مقاله یه مقدار با این چیزی که اینجا نشون داده میشه متفاوت هست، چون ما اینو خروجیایی که میگیریم توی لاتک بعداً یه کامپایل مجدد هم میشه، یه سری اطلاعات به این فرمت اضافه میشه. بعضی چیزاش هم ممکنه تغییرات جزئی داشته باشه، مثلا حاشیه ها تغییر میکنن، بالا پایین صفحه اون نمادها و به تعبیری حالا هدر و فوتر مربوط کنفرانس قرار میگیره و یه سری حالا تغییرات خواهد داشت. بنابراین با چیزی که در نهایت به عنوان مقاله دیده خواهد شد این یه تفاوت‌های جزئی داره، ولی اینش برای ما مهم نیست، چون چیزی که ما نیاز داریم خروجی مناسب توی لاتکه. من اول این فایل PDF رو مرور میکنم. خواهشی که از دوستان دارم اینه که در حین این مرور هم به محتوا دقت کنید، هم به فرمتی که توی تهیه این مقاله داره ازش استفاده میشه، یعنی فونت ها و مثلا استایل های مشخصی که به کار برده میشه، اینا رو بهش دقت بکنید. بعد همین فایل من لاتکش رو براتون باز میکنم، فایل لاتکی که دقیقا معادل با این فایل PDF هست، و ببینید که هر کدوم از قسمت های این فایل در حقیقت با چه دستوری به وجود اومده. اینها رو با هم مرور میکنیم و انشاءالله با این قضیه بخش زیادی از اون چیزهایی که لازمه یاد گرفته بشه حل میشه.
خب قسمت ابتدایی این بالا عنوان مقاله است که حالا اینجا این راهنما عنوانش از راهنمای نوشتن مقاله برای کنفرانس ملی فضای سایبر. زیرش ما اسامی نویسندگان رو داریم که حالا با فرض اینکه 4 تا نویسنده داشته باشه این مقاله، به ترتیب نام نویسنده اول، یه سوپر اسکریپت یا بالا نویس 1 اینجا گذاشتیم، کاما، بعد نام نویسنده دوم، بالا نویس 2، کاما، با یه فاصله نام خواننده نویسنده سوم الی آخر. مشخصات هر کدوم از نویسندگان به صورت یک بخش جدا اینجا زیرش اومده، به این اصطلاحاً میگیم افیلیشن یا وابستگی سازمانی. این یکی که اینجا گذاشته شده به عنوان بالا نویس عیناً اینجا تکرار میشه. حالا توضیحات کافی برای اون نویسنده اول. همینطور ایمیلش ذکر شده، بعد برای نویسنده دوم، نویسنده سوم، نویسنده چهارم. این برای این قسمته و بعد همونطوری که ملاحظه میشه ما چکیده مقاله رو داریم. در چکیده مقاله یک پاراگراف معمولاً برای تنظیمش استفاده میشه که حالا توی درسم خدمتتون عرض کردم نحوه نگارش چکیده یک اصولی داره، باید یه سری مطالب مشخص توش ذکر بشه و در نظر ظاهر در قالب یک پاراگراف سازماندهی میشه به طور کلی. در نهایت قسمت کلمات کلیدی هست که اینها رو باید تو این قسمت قرار بدیم. ببینید بچه‌ها تا اینجای مقالات نیازی به انجام کاری از سمت شما نیست، یعنی اون مقاله‌ای که من به شما تحویل میدم برای کار رو شما روی این قسمت‌ها، یعنی از قسمت ابتدای عنوانش، نام نویسنده‌ها، مشخصات، چکیده‌ها و کلمه کلیدی رو شما کاری ندارید، چون اینها رو ما قبلا برای کتابچه خلاصه مقالات و اون راهنمایی که تدوین شده یک بار ویراستاری کردیم و اطلاعاتش موجود، همونها هم برای مقالات کامل استفاده خواهند شد. در واقع اصل کاری که شما باید انجام بدید از قسمت 1 شروع میشه، یعنی سکشن اول که مقدم است. خب برای مقدمه ما یه توضیحاتی دادیم که ساختارش باید به چه شکلی باشه. خب چیزی که خواسته بودیم این بود که ترجیحاً مقاله بیشتر از 8 صفحه نشه، اونم به دلیل استانداردهایی که برای مقالات کنفرانسی وجود داره و اصل بر خلاصه بودن و موجز بودن مقاله است. با این حساب بعضی از مقالات هستن تعداد صفحاتشون بیشتر از 8 صفحه است که به هر حال با توجه به اون مبلغی که به عنوان حالا اسم شما میذاریم جریمه در نظر گرفته بودیم برای صفحات اضافی، خب از اون طریق بعضی ها در واقع هزینهش رو پرداخت کردن و تعداد صفحات بیشتری رو هم دارند. این 8 صفحه شامل تمام اجزای مقاله است، یعنی همین بخش اصلی، هم بخش مراجع، هم اگر پیوستهایی داره، کلا هر اون چیزی که فردی به عنوان نویسنده مقاله به ما تحویل داده باید توی 8 صفحه باشه که عرض کردم بعضی ها تعداد بیشتری صفحه رو البته استفاده کردن. خب حالا توضیحات در ادامه این اومده. مثلا یه توضیح در مورد اندازه صفحات که سایز A4 هست، حاشیه‌های بالا، پایین، چپ و راست هر صفحه که مقادیرش مشخص شده. بعد مسئله فاصله بین خطوط هست که اینا در واقع شما البته درگیرش نمیشید، چون در قالب و اون استایلی که برای مقالات توی لاتک تعریف شده به طور اتوماتیک ست میشه و شما اصلا درگیر این قسمت رو نمیشید. یا مثلا بحث تک ستونی بودن مقاله، فونتی که برای مقاله استفاده میشه، باز این هم چیزی که اینجا گذاشته شده برای نسخه پیشنویس هست. اون نسخه نهایی ممکنه تغییراتی با اینها داشته باشه که خب به صورت اتوماتیک اعمال میشه، باز شما درگیر این نمیشید. در مورد صفحه اول تاکید شده که دقیقا مثل این مقاله نمونه باشه و باز اینجا شما خیلی کاری باش ندارید. همچنین ما کاری هم با شماره گذاری صفحات نداریم، چون نهایتا این مقالاتی که نوشته میشن تو اون مجموعه مقالات به صورت یک کتاب صفحه بندی میشه و شماره صفحش بسته به اینکه این مقاله تو کدوم رنج از صفحات اون کتاب قرار میگیره شماره های جدید بهش تخصیص داده خواهد شد.
پس عملا درگیری ما برای اون بدنه مقاله است، ما اصلا با این قسمت‌های ظاهری کاری نداریم. خب در خصوص بخشبندی مقاله یک سری توضیحات ذکر شده. گفته شده هر مقاله باید شامل این بخش‌های اصلی باشه: چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی، نتیجه گیری و در نهایت هم مراجع. ببینید ما حتما باید موقع ویراستاری مقاله کاری بکنیم که سکشنی یا بخشی دقیقاً به اسم مقدمه وجود داشته باشه، یک سکشنی هم که عنوان نتیجه گیری روش وجود داره اون هم لازم هست، و در نهایت بخش مراجع. این قسمت مطالب اصلی که اینجا هم تاکید شده، خب برای هر مقاله متفاوته. یک مقاله ممکنه 2 تا سکشن داشته باشه، یک مقاله 5 تا سکشن داشته باشه. خود این سکشن ها میتونن دارای زیر سکشن ها، ساب سکشن هایی باشن که باید در مورد همشون جدا جدا نگاه بکنیم. ولی اون قسمت اصلی مقاله که یک مقدمه، یک نتیجه گیری و مابینش یک بخشی به عنوان مطالب اصلی وجود خواهد داشت، و انتها هم که مراجع هست که اونم خواهیم. سایر بخش‌ها مثل سپاسگزاری و پیوست و اختیاری هستن، یعنی لزومی نداره هر مقاله حتما این بخش‌های سپاسگزاری و پیوست رو داشته باشه. این بخش‌ها باید در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار بگیرند. پانویس‌ها هم زیر همون صفحه درج میشن. معمولا پانویس یه جاهایی کلمه‌ای هست نویسنده نمیخواد داخل متن توضیحی براش بده، اینو توی پاورقی ممکنه بیاره، یا اینکه فرض بفرمایید معادل لاتین یک کلمه فارسی که استفاده شده رو میخواد بیاره، میخواد تو خود متن نیاد، مرسوم هست این موارد پانویس استفاده میکنن. اینا حالا ما توی لاتک توضیح میدیم چطور باید پانویس بزنیم. نحوه ایجاد پانویس یک روش مشخصی اینجا داره. خب شماره گذاری بخش ها رو داریم که از مقدمه شروع میشه. همیشه بخش مقدمه شماره 1 هست و آخرین شماره هم مربوط به بخش نتیجه گیریه، یعنی بخش مراجع شماره گذاری نمیشن. همچنین بخش سپاسگزاری، پیوستا، اینا شماره ندارن. هر بخش میتونه شامل چند تا زیر بخش باشه. زیر بخش ها نیز دارای شماره هستن که از 1 شروع میشه. هنگام شماره گذاری زیر بخش ها یه دقت کنید شماره بخش در سمت راست قرار بگیره. اینو البته خب چون ما از لاتک داریم استفاده میکنیم، شماره های بخش ها و زیر بخش ها اتوماتیک خورده میشه و عملا ما نگرانی خاصی نداریم. یه جاهایی مثلا ارجاع به بخش ها یا زیر بخش ها صورت میگیره. در لاتک دستوری هست به اسم دستور رف که ما میتونیم به هر بخش و زیر بخشی یه لیبلی اختصاص بدیم، مثل لیبل های گوتو که توی زبان‌های برنامه‌سازی وجود دارن. بعد هر جا که خواستیم به اون بخش ارجاع بدیم با دستور رف آیدی اون برچسب رو ذکر میکنیم و بعداً این موقع کامپایل شمارش استخراج میشه و تو خروجی نهایی لحاظ میشه. یه توضیح هم داده شده که برای شماره گذاری مثلا زیر بخش 3 از بخش 2 مینویسیم 2.3، یعنی اول شماره بخش میاد یه نقطه و بعد شماره زیر بخش قرار میگیره. البته باز تاکید میکنم این شماره گذاری رو شما درگیر نمیشید، این اتوماتیک توسط لاتک ذکر میشه. در هر بخش یا هر زیر بخش یک یا چند بند یعنی پاراگراف وجود داره. دقت کنید که جملات هر بند به صورت زنجیروار به هم مربوط باشن و یک موضوع رو دنبال کنن. اولین بند هر بخش یعنی اولین پاراگراف هر بخش یا زیر بخش بدون تو رفتگی یعنی ایندنت خواهد بود. نگاه کنید الان مثلا این بخش 2 که شروع شده عنوان بخش هست بخشبندی مقاله. دقیقاً اولین پاراگراف مربوط به این سکشن سطر اولش هیچ تو رفتگی نداره، ولی پاراگراف های بعدی به یک اندازه مشخصی براشون تو رفتگی لحاظ شده. باز تاکید شده که این کار در لاتک به صورت خودکار انجام میشه و نویسنده درگیر انجام این کار نمیشن. بله خب اینم از صفحه 2، اما صفحه 3 مقاله. خب یه نمونه زیربخش اینجا ملاحظه میکنید. زیربخش 2.1 که نوشتیم ویژگی های عنوان و نویسندگان مقاله. خب عنوان مقاله گفته در عین کوتاهی باید تمامی ویژگی های اصلی کار پژوهشی رو نشان بده.
عنوان مقاله رو در 1 یا 2 سطر بنویسید. معمولا بیشتر 2 سطر نباید بشه. اون عنوانی که خیلی طولانی باشه ایراد داره دیگه، یعنی این تعادل باید توی عنوان مقاله لحاظ بشه. پس از عنوان مقاله باید نام نویسندگان مقاله نوشته بشن. دقیقا مشابه فرمتی در صفحه اول دیدیم. در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذکر عناوینی مثل استاد، دکتر، مهندس و غیره باید خودداری بشه که البته ما اینها رو توی ویراستاری مربوط به چکیده ها رعایت کردیم و باز شما درگیرش نمیشید. در صورت تمایل میتوانید سمت یا مرتبه علمی هر نویسنده رو ذکر کنید. همیشه نام دانشگاه، محل اشتغال نویسنده به همراه نشانی ایمیل مطابق قالب ذکر میشن که این هم براش مشکلی نداریم. قسمت بعدی ویژگی‌های چکیده و کلمات کلیدیه. چکیده مقاله باید به صورت صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده رو بیان کنه. در چکیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه بشه و در آن از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها و مراجع خودداری شود. چکیده رو حداکثر در 200 کلمه و در 1 یا 2 بند یعنی پاراگراف تهیه بکنید. برای هر مقاله حداکثر 10 کلمه کلیدی انتخاب کنید و آنها رو با ویرگول از هم جدا کنید. این کلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله رو طبقه بندی کنند. کلمات کلیدی رو به ترتیب واسطگی مقاله و اونها بنویسید. یعنی کلماتی که مرتبط تر هستند اول نوشته میشن. اگر از مختصر نویسی در چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده باید شکل کامل اون در داخل یک جفت پرانتز آورده بشه. در حقیقت تاکید بر این هست که شما در چکیده به هیچ وجه نباید پانویس داشته باشید. یعنی اگر میخواید مثلا یک کلمه فارسی رو معادل انگلیسیشو ذکر کنید، اینو جلوی همون کلمه تو پرانتز بنویسید، چون ما در چکیده نه ارجاع به مرجعی رو میتونیم داشته باشیم نه پانویس میتونیم داشته باشیم. یکی از دلایلش هم اینه چون چکیده به صورت جداگانه ممکنه توی سایر موارد هم مورد استفاده و انتشار قرار بگیره. مثلا توی کتابچه جداگانه این چکیده میاد و تو اون کتابچه دیگه شما نه مراجعتون هست نه شکلاتون هست. چکیده باید کاملا مستقل باشه. اینا رو حالا باز عرض کردم چون ما قبلا برای کتاب خلاصه مقالات باید انجام میدادیم، این قسمت هم انجام شده. حالا بهتره ما قسمت‌های بعدی رو باش سر و کله بزنیم، دقت بیشتری بکنیم. بخش 2-3 ویژگی‌های مقدمه رو توضیح داده. البته اینم عرض کنم این چیزایی که من دارم میگم یه بخشش برای اطلاعات شماست که وقتی خودتون خواستید مقاله بنویسید سعی کنید اینها رو رعایت بکنید. الان که مقالات نوشته شدن در سطح ویراستاری بعید شما قرار باشه این مواردی که اینجا گفته شده رو بخواید اجرا بکنید، یعنی اصلا نباید کاری ما بکنیم تو این قسمت. ما نهایتا تو ویراستاری جملاتی که از نظر نگارشی ایراد دارن رو میتونیم اصلاح کنیم. به هیچ چیز دیگه مقاله در واقع از نظر اخلاقی درست نیست دست بزنیم، چون نویسنده اونجوری که مقاله رو نوشته و ارسال کرده میخواد همونجوری چاپ بشه. ما نهایتا اشکالات رو باید برطرف کنیم. این الان ممکنه مقالاتی باشن که این گایدلاین هایی که ما دادیم توی مثلا بخش مقدمه رو رعایت نکرده باشن یا کامل رعایت نکرده باشن، چون حالا اینا یه بخشش ممکنه که سلیقه‌ای باشه، یه بخشش رو نمیگم حتما همش، ولی یه بخشش ممکنه بر اساس سلیقه کم و زیاد بشه یا مثلا الگوهای دیگه برای نگارش استفاده شده باشه. ما به اون قسمتا کاری نداریم. ما فقط مقاله رو ویراستاری میکنیم که جملات اشکال نگارشی و املایی و اینها نداشته باشن. یه جایی هم فرمت به هم خورده به هر دلیلی، حالا سهوی یا عمدی، اگر فرمت رعایت نشده ما حتما باید بیاریمش تو فرمت نهایی که توی کتابچه نهایی دیگه اشکال فرمت وجود نداشته باشه. حالا پس این توضیحات با این دیدگاه لطفاً بهش توجه بکنید. توضیحات مقدماتی و در این قسمت تلاش میشه که خواننده با کلیت موضوع آشنا بشه. در قسمت دوم نویسنده باید به صورت صریح بیان کنه که چه عاملی انگیزش بخش او برای کار کردن روی این موضوع بوده. در این قسمت هدف از کار انجام شده تبیین میشه و به طور مشخص کاربردهایی که میتونه محملی عملی برای استفاده از پژوهش انجام شده باشن ذکر میشه. به طور مشخص میتونیم یه مثال جالبی رو مطرح بکنیم و از این طریق به خواننده طرحی کلی از هدف نهایی کار و کاربرد اون ارائه بدیم. در این مثال میتونیم به مقدار بسیار جزئی وارد نتایج دستیافتی پیشین در مورد اون مثال خاص و تاریخی اون اشاره کنیم و در قسمت سوم نویسندگان باید نوآوری‌های مقاله رو به صورت صریح و دقیق بیان کنند. بهتره که به منظور تصریح بیشتر نوآوری‌های مقاله به صورت شماره گذاری شده و یا آیتم بندی شده ذکر بشه. مثل این مثالی که اینجا اومده، مثلا گفته میشه در این مقاله ما یک مدل ریاضی برای مدل سازی رفتار کاربر مثلا ایجاد کردیم،
یا مثلا گفته میشه ارائه یک روش نوین به منظور بهبود کارایی شبکه در حضور مثلا فلان پدیده، تحلیل و ارزیابی روش پیشنهادی با ارائه یک حالا مثلا مدل جدید یا یک الگوریتم متفاوت. در قسمت آخر هم باید ساختار مقاله و فهرستی از مطالب که در بخش‌های آینده مقاله بیان میشه ارائه بشه و میگه دقت کنید در این قسمت باید به بخش‌های بعدی مقاله در حد یک جمله اشاره کوتاه صورت بگیره که حالا توضیح میده که مثلا در بخش دوم مقاله شما با کارهای پیشین آشنا میشید، ما در بخش سوم به روش پیشنهادی میپردازیم، در بخش چهارم نتایج تجربی کار مرور میشن و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی برای کارهای آینده میپردازیم. یه همچین جملاتی در انتهای سکشن اول یعنی بخش اول مقاله که مقدمه هست ذکر میشه دیگه. از اونجا بعد وارد بدنه اصلی یا اون قسمت اصلی مقاله میشه. خب قسمت 2.4 ویژگی‌های بخش مروری ویژگی‌های بخش مروری بر کارهای پیشین. یه بخشی داریم حالا به عنوان کارهای مرتبط یا مروری بر کارهای پیشین، حالا تایتلش ممکنه متفاوت باشه. در این بخش نویسندگان میبایست مروری بر کارهای انجام شده در موضوع مقاله داشته باشند. نویسندگان حتما باید مقالات مربوط به سالهای اخیر رو مورد بررسی قرار بدن. معمولا در حوزه مقاله کارهای فراوانی انجام شده که نویسنده موظف است به آنها اشاره داشته باشد. این ممکن است در این بخش قابل بیان نباشد. نیاز به شاخه‌بندی کارها تحت عنوان زیربخش‌هایی باشد. لازم به ذکر است که اشاره به مقالات در این قسمت کافی نیست و نویسندگان باید وجه تمایز کار خودشون رو با مقالات گذشته به صورت خلاصه و صریح روشن کنند. حالا اینجا برای بحث نوع ارجاعات گفته به شدت توصیه میشه که برای ارجاع دهی در لاتک از روش بیبتک استفاده بشه. در ضمن اگر نویسندگان به یک کتاب و یا مرجع علمی با تعداد صفحات زیاد میخوان ارجاع بدن، میبایست حتما به نحوی آدرس دقیق رو اعلام کنند. در لاتک میتونید این کار رو با استفاده از دستور سایت انجام بدید، مثل همین مدلی که اینجا دارید میبینید که حالا البته مقالات ما بعیده استفاده بشه چون معمولا ما شماره مرجع رو میذاریم. این که شما با رنگ سبز میبینید شماره مرجع هست، حالا جلوش مثلا ذکر میشه که از کجای اون مرجع استفاده شده، مثلا قضیه 2.1. دقت کنید که میبایست تمامی مراجعی در قسمت مراجع وارد شدن در متن مورد ارجاع قرار گیرند. در صورت عدم ارجاع آن مرجع باید از قسمت مراجع حذف بشه. این خیلی دقتش مهم هست. شما ببینید مرجعی که در انتهای مقاله بهش اشاره شده آیا واقعا داخل متن به کار برده شده یا خیر، که اگر مواردی پیدا کردیم که استفاده نشده اونها رو باید حذف کنیم. قسمت مراجع باید به سبک IEEE TR-FA گذاشته بشه. این سبک به صورت پیش‌فرض در استایل قرار داده شده و نیاز نیست نویسندگان کار خاصی رو انجام بدن. فقط نویسندگان در انتهای کار دستور بیبلیوگرافی رو فراخوانی میکنن که آرگومان ورودی اون نام فایل BIB مراجع. قرار دادن مراجع فارسی و انگلیسی در مقاله به نام مانع است. فقط برای مراجع فارسی در فایل BIB دقت کنید که حتما فیلد لنگویج مساوی پرژن رو برای مرجع مذکور داشته باشید. به عنوان مثال به مرجع 4 در فایل BIB نگاه کنید. برای مراجع انگلیسی کار خاصی لازم نیست انجام بدید، مثل مرجع 5 و 6. خب این سبک ارجاعات رو هم داره میگه. باز یه نکته در مورد وضعیت فعلیمون توی مقالات، ایجاد فایل BIB مال زمانی هست که فرد داره مقاله رو مینویسه و خودش میخواد نهایتا لیست مراجعش رو کامپایل کنه و مقاله رو بفرسته برای کنفرانس. الان که مقالات دست ما هست این لیست مراجع نهاییه، یعنی قرار نیست کم و زیاد بشه، چیزیش تغییر پیدا بکنه. ما تنها کاری که انجام خواهیم داد برای لیست مراجع اینه که اینها رو توی همون قالبی که لاتک توی خروجی نیاز داره در میاریم که بیشتر یه سری کار ویرایشی داره. خیلی دیگه ما وارد این قسمت نمیشیم که حالا حتما این فایل BIB درست کنیم و اون فایل رو کامپایل کنیم. اون موارد اینجوری دیگه من اینجا باش کاری ندارم. این رو هم حالا تو قسمت بعدی که احتمالاً تو جلسه بعدی اون با صحبت بشه خدمتتون توضیح میدم. خب قسمت 2.5 ویژگی متن اصلی مقاله. خب میگه متن اصلی مقاله خودش میتونه در 4 بخش مختلف دسته‌بندی بشه. خب دقت بفرمایید ما اینجا یه ساب سکشن داریم، یه زیر بخش، یعنی داخل ساب سکشن 2.5
یه ساب سکشن ایجاد شده به اسم 251 که حالا اسمش هست ویژگی‌های بخش پیش نیازها. در صورت این نویسندگان لازم است یک مطلب را برای خوانندگان به عنوان پیش نیاز و پیش زمینه فهم روش پیشنهادی خودشون ارائه کنند. این موارد رو میتونن در این بخش بیارن. به عنوان مثال اگر شما میخواید یک روش مبتنی بر یادگیری ماشینی با تکنیک SVM در حوزه نهانکاوی تصویر ارائه بدید، میتونید توضیحات مقدماتی در مورد SVM رو در این بخش بیان کنید. البته توصیه کلی برای این هست که تا حد امکان از آوردن مطالبی که خواننده میتونه اونها رو به راحتی با خواندن مراجع دیگه به دست بیاره پرهیز کنید. خب یه اصل کلی هستش. باز ممکن شما توی ویراستاری خیلی به این در کاری نداشته باشین، ولی موقعی که خودتون دارید مقاله می‌نویسید، بخش‌های پیش نیاز اگر موارد خیلی روتین هستن که توی مقالات و کتاب‌های متعدد به راحتی قابل از پیدا کردن هست، میتونید اونها رو کاملا صرف نظر کنید و در حد یه اشاره ازش رد بشید. ولی بعضی از موارد پیش نیاز مطالب عمومی نیستن که همه باهاش ارتباط داشته باشن و اونها رو بشناسن. اونها رو باید بیشتر توضیح داد و این البته خیلی مهمه که اینا رو به زبان خودمون توضیح بدیم. اگه از یه جایی عیناً کپی پیست بکنیم مصداق تقلب توی مقاله به حساب میاد. خب قسمت 252 ویژگی‌های بخش مدل سامانه و فرضیات. در این بخش نویسندگان باید مدل سامانه رو به شکل دقیق مشخص کنن. اگر سامانه مورد بررسی و یا کار اونها دارای فرضیات مشخصی هست، باید اون رو در این قسمت مشخص کنن. هرچند بهتر هست سامانه رو به گونه‌ای مدل کنن که فرضیات هم به نحوی تعیین کنن که چندان به دور از ذهن و دور از مدل‌ها و فرضیات مقالات گذشته نباشد. این هم بیشتر برای برقراری ارتباط مؤثر با خوانندگان هست که طیف بیشتری همراه بشن با مطلب شما و بفهمن شما در مورد چی دارید صحبت میکنید. 253 بخش بعدیمون ویژگی بخش روش پیشنهادی. در این بخش شما باید با دقت و گام به گام به معرفی کار انجام شده نوآوری صورت گرفته در مقاله مبارد ارزید. توصیه می شود که نویسندگان حتما سعی کنند روش خود را به صورت شماتیک با یک فلوچارت و یا استفاده از محیط الگوریتم نمایش بدن. نمونه از شکل نیز در شکل 1 نشان داده شده است. خب لاتک یک ویژگی که داره اینه که شما شکل رو وقتی براش تعریف میکنید، محل قرارگیری شکل خودش بر اساس الگوریتمایی که داره به بهترین شکل تعیین میکنه. الان مثلا توی این مثال ما شکل بالای صفحه قرار گرفته. موقعی کامپایل کرده شکل بالای صفحه گذاشته و اون توضیح شکل هم که زیرش اومده ملاحظه میکنید اینجا مثلا نوشته شکل 1 چارچوب کلی روش پیشنهادی. حالا وقتی که سورس لاتک رو باز کردیم اونجا باز دقت میکنیم ببینیم که ما چه دستوری رو اینجا زدیم که اولا شماره شکل با رنگ قرمز نشون داده شده و نهایتا ارجاعش هم به این جایی که الان شکل اصلی قرار داره صورت گرفت. نویسندگان دقت داشته باشند که میبایست روش پیشنهادی خود رو به صورت ساده، واضح و مشخص بیان کنند. سعی کنید در این بخش روش پیشنهادی را در حالت کلی مورد بررسی قرار دهید و سپس در بخش بعدی به جوانب آن بپردازید. اگر روش پیشنهادی شما دارای چندین مرحله یعنی فاز هست، بهتر است در هر مرحله در یک زیر بخش به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده بشه. خب صفحه بعدی ما بخش 254 ویژگی‌های بخش تحلیل و ارزیابی. در صورتی که روش پیشنهادی حسی نبوده و مبتنی بر استدلال ریاضیاتی باشد، میتوان به ارزیابی عملکرد اون در سامانه و نحوه بهبود نتایج نسبت به کارهای گذشته به طور کمی و کیفی پرداخت. بدیهی است اگر مدل پیشنهادی حسی بوده و قابل استناد ریاضیاتی نباشد، تنها میتوان به صورت کیفی به ارزیابی عملکرد پرداخت. توی کنفرانس فضای سایبر ما هر دوی مقالاتی که هم جنبه‌های کیفی دارن و هم کمی رو ملاحظه می‌کنیم که حالا این بخش معمولاً جزو سخت‌ترین بخش‌ها برای نویسنده ها هست. بخشی که بخوان تحلیل و ارزیابی انجام بدن، معمولاً نویسنده‌های کم تجربه هم خیلی از عهده این کار خوب پر نمیان. نمیشه خیلی تو این قسمت سختگیری زیادی داشت، ولی واقعیت اینه اگه مقاله بخواد خیلی با کیفیت باشه و اثرگذار باشه روی اون روند علمی، بخش تحلیل و ارزیابیش چه به شکل کمی چه به صورت کیفی این باید خیلی خوب انجام شده باشه. خب
بخش 2.6 رو ملاحظه میکنید. بخش 2.6 که شاید حتی بهتر بود به صورت یک ساب سیکشن می اومد، مثلا مثل همین قبلی، مثلا ما 2 5 4 رو داشتیم، بعد حالا اینجا میشه 2 5 5، ولی خب به این شکل خواسته تاکید کنه قسمت جدایی رو براش گرفته. ساب سیکشن 2.6 رو داریم، ویژگی‌های بخش شبیه سازی. از آنجا که بسیار از پژوهش‌ها به منظور حل یک مسئله عملی پیگیری میشن، این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بخش به معرفی شبیه سازی صورت گرفته و ارائه نتایج به صورت مطلوب، یعنی جدول، نمودار و غیره پرداخته میشه. در مواردی که طرح پیشنهادی اثبات شده است، نتایج باید با تقریب خوبی با مدعا یکسان باشه. در مواردی که طرح پیشنهادی اثبات نشده و به صورت حسی و مبتنی بر برخی پیش‌فرض‌ها مطرح شده است، اهمیت این بخش بیشتر از حالت قبل است، چرا که نتایج شبیه سازی‌ها تنها مستند نویسنده و به نوعی مؤید مدعای ثابت نشده وی است. این حالت اخیر از دهه آخر قرن 20 تا کنون به وفور در مقالات معتبر پیگیری شده است، تا جایی که در صورت تایید نتایج با شبیه سازی آن رو به نوعی اثبات برای طرح پیشنهادی در نظر میگیرند. تو درس هم یادتون باشه داشتیم، گفتیم شبیه سازی یکی از سازوکارهای تایید فرضیه است که متداول هم هست و اینو استفاده میکنیم. خب اگر چند تا شکل هم لازم شد اینجا کنار هم بیاد، توی لاتیک ما محیطی به اسم ساب فیگر داریم، حالا اونم خواهیم دید. در شبیه سازی ها نویسندگان میبایست به صورت دقیق و صریح پیکربندی شبیه سازی و مجموعه داده‌ای که مورد استفاده قرار داده‌اند رو با ذکر منابع و مراجع ذکر کنند. در ضمن پارامترهای مورد استفاده برای شبیه سازی باید در همین بخش شبیه سازی تعریف بشن. به عنوان مثال اگر شما از پارامتر MSE مخفف مین اسکوئرد ارور استفاده میکنید، باید آن را در این بخش تعریف کنید. شکل‌های شبیه سازی باید واضح و مشخص باشند. خب ما تو صفحه قبل یه دونه شکل هم داشتیم، مثلا این شکل 2 یه نمودار هست، دقت کنید زیرش یه توضیح 2 خطی نوشته شده. واقعیت اینه که معمولا توضیحات زیر شکل ها به اندازه کافی باید گسترده باشن، یعنی این نیست که حتما زیر شکل 2-3 تا کلمه فقط نوشته بشه کافی باشه. معمولا باید زیرنویس نمودارها و شکل‌ها اونقدر کامل باشه که خواننده بتونه با دیدن نمودار و خوندن زیرنویسش به اون اطلاعات اصلی توی نمودار پی ببره و حتی نیازی به مراجعه به متن هم نداشته باشه. خب توضیح دیگر اینجا این هست که تمامی نمودارها در قسمت شبیه سازی باید دارای لیجند یا همین راهنما باشن. محورهای نمودارها همگی باید دارای برچسب مناسب و همچنین شماره گذاری مناسب باشن. در لاتک سعی کنید نمودارهای خود رو با فرمت PDF که منظورش بیشتر فرمت برداری هست وارد بکنید. از قرار دادن نمودار با فرمت بیت مپ مانند JPEG ترجیحاً خودداری بشه. البته ما الان که داریم روی ویراستاری مقالات کار میکنیم اینجا چاره‌ای نداریم، یه سری از تصاویر رو خود نویسنده در فایل وردش یا به صورت جداگونه به صورت بیت مپ به ما داده، مثلا همین فرمت JPEG، اشکالی نداره اون رو استفاده میکنیم، ولی ترجیحاً اگه خودمون داریم مقاله می‌نویسیم حواستون باشه فرمت برداری ترجیح داره، برای اینکه تو سایزهای مختلف وقتی این ریسایز میشه حالا میخواد چاپ بشه افت کیفیت پیدا نکنه. استفاده از نمودارهای نوین به مانند باکس پلات به شدت مورد استقبال قرار میگیرد. نکته مهم در شبیه سازی انجام پذیرفته در مقاله اینه که نویسندگان تنها به گزارش میانگین خطا بسنده کردن. از دیدگاه علم شبیه سازی این کار نمیتونه اطمینان خواننده رو به شبیه سازی جلب کنه. به عنوان مثال 2 کلاس رو در نظر بگیرید که نمرات 3 دانشجوی آن 9 10 و 11 و کلاس دیگه 5 10 و 15، هر دو کلاس میانگینشون یکسانه، اما واقعا بین نمرات این 2 کلاس و اون کلاس تفاوت زیادی وجود داره. به عنوان پیشنهاد میتونید از باکس پلات استفاده کنید و یا حداقل بازی اطمینان نتایج رو گزارش کنید. نمونه از یک باکس پلات در شکل 3 جیم نشان داده شده است. خب این شکل 3 جیم بالای همین صفحه است که ببینید شکل در واقع یه شکل 3 هست
و 3 قسمت داره، یعنی ساب فیگر یا زیر شکل 3 تا اینجا براش پیش بینی شده، شماره هم خورده آ، ب و جیم. یه زوم کنیم روش چون پی دی اف هم هست، کیفیتش نسبتا خوبه. خب این نموداری که مثلا فرض کنید بر اساس یک تابعی که از لوگاریتم تشکیل شده اینجا ترسیم شده. اینجا هم چند تا نمودار دیگه که مثلا یه تابعی هست با پارامترهای لاندا و میو، مقادیر مختلفش اینجا ترسیم شده. این چیزی که بهش میگه باکس پلات نمونه این شکل سوم هست که همونطور که ملاحظه میکنید این مقادیر شما فرض کنید هر کدوم از یک نقطه باشه، به جای یه نقطه ما رسم بکنیم به عنوان میانگین، اومدیم بازه اون متغیر رو، مینیموم و ماکسیمومش رو هم در نظر گرفتیم که معلوم بشه اون متغیری که هم داره روش کار میشه حداقل و حد اکثرش چقدر تغییر کرده. این نواری که ملاحظه میکنید این هست. حالا سیمولیشن ریزالت هم داره تاکید میکنه اون نتایجی که توی شبیه سازی به دست اومده تو کدوم بازه قرار گرفته. پس مینیموم ماکسیموم خود میانگین هم که مشخصه، اون بازه مورد استفاده در شبیه سازی هم ذکر میشه. خب حالا اینا باز خیلی شاید ما تو این بحث ویراستاری باش کاری نداشته باشیم چون همه این نمودارها اینا آماده است، چون فقط کافی از اونها استفاده بکنید. خب قسمت 2.7 ویژگی‌های بخش نتیجه گیری. در بخش نتیجه نکات مهم انجام شده در کال به صورت خلاصه مرور میشه و نتایج به دست اومده توضیح داده میشن. همچنین در این بخش باید سهم علمی مقاله به صورت واضح بیان بشه. هرگز عین مطالب چکیده رو در این بخش تکرار نکنید. نتیجه میتونه به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره بکند. نکات مبهم و قابل پژوهش جدید رو ذکر کند و یا گسترش موضوع بحث رو به زمینه‌های دیگه پیشنهاد بده. اینا ویژگی‌های بخش نتیجه گیری هست. خب صفحه 8 ویژگی بخش پیوست‌ها. بخش پیوست‌ها بخش اختیاریه و شماره‌گذاری نمیشه. موضوع مرتبط با مقاله که در یکی از گروه‌های زیر قرار میگیرن میتونه در بخش پیوست‌ها آورده بشه. مثلا چی؟ اثبات ریاضی فرمول‌های الگوریتم‌ها، داده‌ها و اطلاعات مربوط به مطالعه موردی، نتایج کار دیگر پژوهشگران و داده‌های مربوط به مقایسه اونها، سایر موضوع مرتبط که جزو بخش اصلی مقاله نیست. که ما شاید تک و توک داشته باشیم مقالاتی که قسمت پیوست‌ها رو استفاده کردن. در خصوص قواعد نگارشی که حالا تو خود درس هم زیاد در مورد این بخش صحبت میکنیم، خب نکات خوبی اینجا ذکر شده. این خلاصه خب قاعدتا ما برای مخاطبین کنفرانسمون که نمیتونستیم یک کلاس کامل بذاریم، سعی کردیم تو همین فایل مهمترین نکاتی که برای نوشتن مقاله هست بهشون منتقل بشه و ملاحظه کنن. خب قواعدی گفته شده یکی این هست که دقیقاً فرمودید وارد یه سکشن جدید شدیم، سکشن 3 با عنوان قواعد نگارشی. گفته شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رساگویا و کوتاه استفاده بشه، از نوشتن جملات تو در تو پرهیز بشه. حالا مثال زده که مثلا این جمله اگر چجوری نوشته بشه بهتر هست. جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول میتواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث هست از هم جدا کنه. حال آنکه نقطه ویرگول مثل همین سمیکالون برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارن به کار میره. نقطه نیز برای جدا کردن جملات مورد استفاده قرار میگیره. در کاربرد هلالین یا همین پرانتز باید توجه بشه که عبارت داخل اون توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نمیشه و در صورت حذف خلالی به جمله وارد نخواهد شد. در مقابل گیومه برای برجسته کردن جزئی از جمله به کار میره و قاعدتاً منظورم این هست که چیزی که داخل گیومه هست رو نباید حذف کنیم. این نکته مهمیه استفاده از گیومه. بعضیا به تاثیر از نوشتار انگلیسی توی فارسی هم به جای گیومه از کوتیشن استفاده میکنن. اون علامت کوتیشن تو فارسی نیست، یعنی ما تو نوشتار فارسی حتما باید گیومه استفاده کنیم. یکی از چیزای ویراستاریمون همین هستش. اگر دیدیم جایی تو مقاله کسی به جای گیومه از کوتیشن استفاده کرده حتما با کوتیشن جایگزینش کنیم. خب گفته تا جای ممکن است به کار بردن کلماتی مثل می باشد، دقت کنید داخل گیومه قرار گرفته. میخوایم تاکید کنیم روی این کلمه.
می باشد، گردید، بوده باشد، پرهیز شود. این ترکیبات خیلی ترکیبات درستی نیستن از نظر فارسی. به جای اونها اغلب میتونیم از کلمات ساده و روان مثل است و شد استفاده کنیم. به کارگیری کلمات دشوار و غیر معمول تنها باعث پیچیده شدن جمله و دشوار شدن فهم اون میشه. برای کلمات فنی تا حد امکان از معادل‌های پارسی اونها استفاده بشه. بدون تردید کلمه پردازش زیباتر از پروسس است و یا کلمه ریز پردازنده از میکروپروسسور مناسبتر است. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل پارسی آشنا نیست، از پانویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده کنید. این کار را در اولین کاربرد معادل پارسی انجام دهید. مثلا این گره راهنما. ببینید یه دونه یک خورده یک علامت پانویس هست و زیر همین صفحه انکر نود رو در واقع به عنوان زیرنویس ملاحظه می‌کنید. و اینو قرار نیست هر جا اون کلمه اومد تکرار بشه. ما اولین بار که داریم معادل رو معرفی می‌کنیم به این شکل اون رو ذکر می‌کنیم. تا حد امکان از کلمات انگلیسی در جملات استفاده نکنید. مثلا به جای نوشتن مایکروسافت می‌توانید بنویسید مایکروسافت داخل مثلا کوتیشن یا حتی بدون اون، ولی با ترانسکریپشن فارسی، یعنی از حروف فارسی استفاده بشه. اگه ناچار شدید در یک جمله از کلمات انگلیسی استفاده کنید، حتما فاصله کافی بین اونها و کلمات فارسی رو رعایت بکنید. معمولا اسپیس ها خورده میشه و حتما یه دونه اسپیس بین اون کلمه و کلمه انگلیسی قرار بگیره. در مورد علامت گذاری بخش 3.1 برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حد امکان علامت گذاری متن مقاله به درستی انجام شود. دقت کنید تمام علامت‌هایی مثل نقطه ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه و علامت سوال باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشند. ببینید دقیقاً مثل همین مثالی که اینجا داریم، این کاما چسبیده به کلمه قبلی و با کلمه بعدی اسپیس فاصله داره و از کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله داشته باشند. علامت خط تیره باید به اندازه یک فضای خالی از کلمه قبل و بعد خود فاصله داشته باشد، مگر اینکه کلمه قبلی یا بعدی یک عدد باشد که در این صورت باید به آن بچسبد. بین کلماتی که جدا هستند باید یک فاصله خالی فاصله باشد. این بحث نیم فاصله هم مهمه که تو قسمت املا بهش تاکید شده. 3.2 رو ملاحظه کنید. درستی نوشتار بر پایه املای زبان پارسی ضروری است. در این بخش برخی از موارد اشتباه متداول را یادآوری می‌کنیم. می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را با مراجعه به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه پیدا کنید. در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود که می از جزء بعدی فعل جدا نماند. برای این منظور می‌توانید از نیم فاصله استفاده کنید. مثلا میرود، میخواند، این بین می و اون قسمت بعدی فعل باید نیم فاصله باشه. در مورد های جمع دقت کنید که از کلمه جمع بسته شده جدا نوشته شود، مگر در کلمات تک هجایی مثل آنها. برای جدا نویسی نیز از فاصله متصل که حالا بهش میگیم نیم فاصله استفاده میکنیم. مثلا پردازنده ها، این خب فاصله اینجا گذاشته، این درست نیست، باید به صورت پردازنده ها با نیم فاصله نوشته بشه. جمع بستن کلمات پارسی یا لاتین با قواعد زبان عربی اشتباه است. بنابراین پیشنهادات و اساتید اشتباه و درست آنها پیشنهادها و استادان است. البته کلمه اساتید خیلی مصطلحه و چون زیاد استفاده شده حالا بعضیا دیگه ایراد بهش نمیگیرن، ولی واقعا پیشنهادات خیلی غلطه. خیلی مراقب باشن. این مقاله کلمه پیشنهادات، آزمایشات، نمیدونم گزارشات، موارد از این دست نوشته، این کلمه غلطن. حتما به صورت ها تبدیل بشه. پیشنهادها، گزارشها، آزمایشها. بهتر است همواره حرف اضافی ب از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آنکه این حرف جزء یک فعل، صفت یا قید باشد. مثلا به کار بستن، به جا، به ندرت. حالا تو اینجا سر هم نوشته میشه. در مورد کلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد که پرداختن به آنها در این مقاله نمی گنجد، اما برای نمونه به املای کلمات مسئله، منشأ و رئیس دقت کنید. همچنین همزه در انتهای کلماتی که به الف ختم میشن نوشته نمیشه. مثل امضا، مثلا امضا که می‌نویسیم اون همزه آخر دیگه تو فارسی نمیذاریم. در صورت اضافه شدن به کلمه بعدی از یه استفاده میشه. مثلا اجرا، خب اصلش اجرا با انتهای همزه هست. ما مثلا می‌نویسیم اجرا شده،
یا مثلا اینجا که میخوایم بگیم اجرای برنامه یه میذاریم اجرای برنامه. خب قسمت بعدی CSS شکل ها و جدول ها. شکل ها و جدول ها باید داری عنوان باشن. عنوان شکل ها در زیر شکل و عنوان جدول ها در بالای جدول قرار میگیرن. در صورتی که از شکل ها یا جدول های سایر منابع استفاده میکنید باید حتما شماره آن مراجع رو در عنوان شکل و جدول ذکر کنید. کلا برای ارجاعاتی از جاهای دیگه است، یعنی مثلا شکل شما از یه منبع دیگه برداشتید، اینکه تو متن گفته باشین از جای دیگه برداشته شده کافی نیست، حتما تو زیرنویس شکل جدول برداشته شده باید شماره مرجع ذکر بشه. در هنگام ارجاع به شکل جدول از شماره آن ارجاع استفاده کنید و از به کار بردن عباراتی همچون شکل زیر پرهیز کنید. اگر یه مقاله دیدید اینجوری نوشته، شما حتما به جای زیر اون شماره شکل رو براش جایگزین کنید. تمام جدول‌ها و شکل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار بگیرند. قسمت بعدی فرمول‌ها و عبارت‌های ریاضیه که میگه برای هر فرمول باید شماره در نظر گرفته بشه. این شماره در داخل یک جفت پرانتز به صورت راستچین قرار داده میشه. در داتک شماره گذاری به صورت خودکار انجام میشه. تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضیح داده بشن. اگر قبل از نوشتن فرمول این کار انجام نشده است، باید بلافاصله پس از فرمول این توضیحات بیان شود. مثلا اگر رو بیانگر چگالی تخمینی باشد خواهیم داشت، خب یه فرمول نوشتیم با شمارش رو مساوی m تقسیم بر a کاما، حالا توضیح داده زیرش که در آن m جرم تخمینی و a سطح آن است. اگر در مقاله شما نمادهای ریاضی متنوعی مورد استفاده قرار میگیرد، حتما سعی کنید جدول نمادها در متن خود داشته باشید. مثل این مثلا می‌نویسیم جدول یک، جدول یک محتواش چیه؟ جدول یک اینجا بالا این نکته هست که همه جداول باید توضیحشون بالاشون باشه. ما در مورد شکل ها توضیح رو زیر شکل می نویسیم، ولی برای جدول ها توضیح بالای جدوله. حالا این نمونه جدول هست، توضیحش هم نوشته نمادهای مورد استفاده از در مقاله. مثلا یه ستون گذاشتیم برای نمادها، توضیحاتش رو مقابلش ذکر کردیم. نکاتی در مورد نوشتن مقاله با لاتک. نویسندگانی که محیط لاتک و نحوه کار با آن رو نمیشناسن میتونن به سایت www.farsilatex.com مراجعه کنند. مطالب مفید بسیاری در این زمینه در سایت مذکور قرار داده شده است. همچنین تمامی سوالات و اشکالات خود رو میتونید در سوال پرسش و پاسخ همین سایت مطرح کنید. برای کار با این استایل در ابتدا چند گام رو میبایست طی کنید. منظور این استایلی که این مقاله باش جنریت شده. یک، نصب یک موتور لاتک مثل تک لایو. برای دانلود تک لایو میتونید به وبسایت تک لایو که لینکش اینجا وجود داره مراجعه کنید. دو، نصب یک ویرایشگر مناسب برای زبان فارسی که حالا ما تک ورکس رو پیشنهاد میکنیم. حالا کسی تک استودیو یا هر چیز دیگه هم خواست میتونه نصب کنه، حتی با خود نوتپد پلاس پلاس یا حتی مثلا خود نوتپد ویندوز هم میشه این کار انجام داد. ولی خب اینا امکانات نگارشیشون خب یه ذره کمه دیگه، شاید یه ذره چشم خسته بشه موقع کار. بهتر از یک ویرایشگر اختصاصی لاتک استفاده کنید. نصب فونت های IR نازلی و تایمز نیو رومن که اینها هم خب توی پکیج وجود داره. کامپایل فایل نمونه ارائه شده. نویسندگان در صورتی که سه گام قبلی رو با موفقیت پشت سر گذاشتن باید بتونن این فایل نمونه‌ای که قرار شده رو به صورت موفق و بدون خطا کامپایل بکنن. این هم در تست این هست که نصبمون درست باشه. لازم به ذکر است که تمامی عبارت‌ها و کلمات انگلیسی در فایل لاتک باید درون دستور LR قرار بگیرن. الان مثلا ببینیم تو همین جمله دارین کلمه ساپورت وکتور یا ماشین لرنینگ رو می‌نویسیم، اینها رو تو فایل سورسش که الان نگاه کنیم خواهید دید. تو فایل سورس به صورت یک در فایل سورسش به صورت در واقع یک عبارتی که داخل تگ LR قرار گرفته ذکر شده. ترجیحاً توصیه میشه نویسندگان قرار دادن پاورقی در مقاله پرهیز کنن، اما در صورت نیاز میتونید با دستور فوتنوت پاورقی فارسی، با دستور LTR فوتنوت پاورقی انگلیسی قرار بدید که الان این شماره 2 و 3 که اینجا میبینید رنگ قرمز خورده شده نمونهش اینه. مثلا پاورقی فارسی از سمت راست پیش حروف چینی شده،
پاورقی انگلیسی از سمت چپ به راست حروف چینی میشه. خب در خصوص تاکید روی اینها گفته نحوه نوشتن فرمول‌های تک خطی، نحوه نوشتن فرمول بدون شماره گذاری، اینا اینجا اومده. یه وقت مثلا فرمول به گونه‌ای هست که باید مثلا چند تا فرمول زیر هم قرار داده بشن، بعد مثلا میخوایم همشون با علامت مساوی تنظیم بشن زیر هم. اینا خب الان خواهید دید چجوری این کار صورت گرفته، سورسش رو خدمتتون نشون میدم. یا مثلا فرمول‌های پیچیده‌تری که مشابه اینجا نوشته شده. بعد توضیح داده که برای ارجاع به روابط فرمول‌ها لازم نیست شماره فرمول رو صورت دستی بنویسید، فقط کافی است که برچسب فرمول رو با دستور EQRF فراخوانی بکنید. در این صورت نیازی به قرار دادن پرانتز نیست. لاتک به صورت خودکار پرانتزها رو دور شماره فرمول میذاره، مثلا با قرار دادن 3/2. یعنی اگر محتوای اکویژن 3 رو در اکویژن 2 قرار بدیم چه خواهد شد؟ خب یه جایی تعریف نیاز داریم. محیطی به اسم محیط تعریف هست، شماره گذاری میشه به طور خودکار. محیط قضیه به همین شکل، نتیجه ها، لم ها، اینا به صورت پیشفرض تعریف شدن. یه از خوبیاش اینه مثلا اگر در کل 1000 صفحه کتاب شما خواستید فرمت قضیه رو تغییر بدید، مثلا یه کادری میخواین دورش بکشید یا آخرش میخواین چیز خاصی بنویسید، یه علامتی مثلا علامت مربع قرار بدید، این کافیه اون ساختار مربوط به قضیه تعریفش اصلاح بشه. یه دور جدید ما کامپایل که میکنیم کل فایل ها، تو تمام اون 1000 صفحه این تغییر اعمال خواهد شد. خب اینم توضیحات بیشتر. حالا نمونه چیزایی که تو ریاضی احتیاج داریم. قسمت پنجم نتیجه گیری. در این بخش نویسندگان باید به صورت خلاصه کل روندی که در مقاله پیموده شده رو توضیح بدن. در ضمن نویسندگان میتونن در این بخش ایده‌های جدید برای توسعه هرچه بیشتر و بهتر مقاله خود رو مطرح کنند. بخش سپاسگزاری هم که دقیقاً به همین شکل در انتها میاد، در صورت نیاز به صورت کوتاه در یک بند آماده میشه. بخش سپاسگزاری دارای شماره نیست. در این قسمت نویسندگان میتونن از افراد و یا نهادهای پشتیبان و یا یارگر تشکر و قدردانی کنند. خب باید اینه که این متنی هم که با هم کار کردیم بیس اصلیش از راهنمای نوشتن مقالات برای کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند اینترنت ارشد و کاربردها گرفته شد و کاستومایز شد برای کنفرانس فضای سایبر که ما خودمون هم اینجا از این همکاران سپاسگزاری قدردانی کردیم. و در نهایت تو بخش پیوست ها که قبلا هم اشاره شد که پیوست چه چیزی هست، اگه پیوستی داشتیم شبیه همین یه دونه عنوان بخش بدون شماره میخوره پیوست ها و پیوست ها ذیلش قرار میگیرن. خب آخرین بخش هم که مراجع هست، مشابه چیزی که اینجا دارید ملاحظه میکنید. حتی ما یه قیدی گذاشته بودیم توی توضیحات، اونجا گفتیم اول مراجع فارسی بیاد بعد مراجع انگلیسی. این حالا توی کامپایلش مقدار مرتب‌تر خواهد شد. این تمام نویسنده تو همین مقالات اول هرچی مرجع فارسی هست رو می‌نویسن، بعد شروع می‌کنن مراجع انگلیسی رو ذکر کردن. خب این هم فرمتی که برای IEEE بود، فرمت نمایش مقالات با فرمت IEEE توی این کتاب و این کنفرانس سازماندهی شده. خب دوستان اگر تا اینجا سوالی یا نکته‌ای دارین بفرمایید، بعد من حالا سورس کد رو هم خدمتتون نشون بدم و دیگه این بحث رو ان شاءالله جمعش بکنم. خیلی خوب. این خب من الان سورس کد این رو براتون باز میکنم و شیر اسکرین انجام میدم تا بتونید جزئیات رو ببینید.
خب الان قاعدتا شما اسکرین بنده رو دارید روی صفحه‌تون ملاحظه میکنید. خب این صفحه دو تا پنجره کنار هم بازه. پنجره اول منظورم پنجره سمت چپ هست. پنجره سمت چپ سورس کد لاتک این فایله. پنجره سمت راست خروجی پی دی افشه. حالا با هم اینو مرور میکنیم، مثلا که خیلی جزئیات رو عرض نمیکنم، فقط میخوام بگم هر چیزی کجاست یا خودتون فایل رو با دقت ببینید. و بعد از اون هم اگر سوالی داشتید خدمتتون هستم. اون قسمت ابتدایی مقاله رو دقت بفرمایید. اولین خط سورس کد لاتک ما دستور داکیومنت کلاس هست، زده بک اسلش داکیومنت کلاس، بعد داخلش زده A4 paper 12 point و داخل آکولاد بازبسته نوشته آرتیکل. این در واقع داریم از کلاس آرتیکل استفاده میکنیم. فرمت کلی یک مقاله. سایز رو گرفتیم، سایز پوینت 12 برای فونت اصلی و اندازه کاغذ هم که کاغذ A4. اینا الان تعیین شده. بعد اینجا یک header.tx فراخوانی شده با دستور اینپوت. اینجا یه سری دستورات هست که حالا بعدم نیست خود این فایل header.tx رو هم اینجا براتون باز بکنم. این یه سری دستورات تعریف شده است که ما فقط برای مقالات خودمون اینو نیاز داشتیم، برای اینکه اینا دیگه تو فایل اصلی نیاد و اونجا خیلی شلوغ نشه، همش تو این فایل قرار دادیم و نویسنده فقط با همین دستور اون رو فراخوانی میکنه. الان این محتوای فایل header.txt یه سری پکیج که لازم بوده برای این کنفرانس اینها فراخوانی شدن. خود تعیین فونت متن، فونت انگلیسی و چیزهای از این دست رو اینجا انجام دادیم. یه چیزی که اینجا ملاحظه میکنید تعریف یه سری دستورات معادل هست. مثلا برای BF سیاه رو تعریف کردیم، بعد همیشه برای BF سین تنها حرف سین به تنهایی کار BF رو انجام میده. برای LR حرف لام رو تعریف کردیم. برای LTR فوتنوت لپ رو تعریف کردیم. برای فوتنوت پ رو تعریف کردیم. برای رف جیم رو تعریف کردیم. برای آیتم مورد تعریف کردیم. الداتس رو 3 نقطه تعریف کردیم. اینا دستورات پرکاربردی بودی که می‌خواستیم تو متن فارسی وقتی داریم تایپ می‌کنیم هی مجبور نشیم زبان رو عوض بکنیم، با همون زبان پیش‌فرض که داریم میریم جلو خود همینام استفاده بشن. بعد یه تعدادی حالا دستورات کاربردیه که کسی دوستش میتونه جزئی‌تر نگاه کنه. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم این فایل رو. اما در خود فایل متن قسمت اول که ببینید زده دستوری به اسم بک پیپر تایتل. این دستور رو خودمون تعریف کردیم که داخلش تیتر مقاله قرار میگیره. بعد بخش بعدی برای اسامی نویسندگان و اطلاعات مربوط به اونها آثر اینفو هست. بعد افیلیشن ها دستورات مربوطش خورده که عرض کردم با این قسمت شما خیلی کاری نداری، شما به همین شکل اینا رو بذارید باشه. بریم از این قسمت از بیگین داکیومنت. اولین دستور اینجا میک تایتل هست. دستور میک تایتل این چیزی که تو صفحه اول به عنوان مقاله و نام نویسنده و این هاست رو به صورت اتوماتیک برای ما تولید میکنه. بعد قسمت بعدی رو داریم که ابسترکت هست، یعنی چکیده مقاله. بعد قسمت کیورد ها رو داریم که دقیق بفهمید اینا محیط هستن، یعنی یه بیگین ابسترکت داریم آخرش اند ابسترکت. اینجا از اینجا تا اینجا محیط ابسترکته. توی خروجی هم اگر همزمان نگاه کنید توی سمت چپ بخشید در سمت راست دیده میشه که این بخش از متن با یک قالب متفاوت، میزان تو رفتگی بیشتر و فونت ریزتر حروف چینی شده. داخل بیگین و اند ابسترکت بیگین و اند کیوردز داریم که کلمات کلیدی توی این قسمت کیورد نوشته میشن. خب یه دستور اینجا نوشته set length backslash baseline skip 18 point. این در حقیقت دستوریه که فاصله سطر رو داره تعریف میکنه. شما با این دستور کاری ندارید، تغییرش نمیدید، به همین شکل میذارید باشه. دستور بک‌اسلش اسلافی هم برای اعمال همین فاصله سطرهایی هست که ما تعریف کردیم. با اینا کاری نداریم. کار از اینجا شروع میشه، از قسمت مقدمه
خب ببینیم ما زدیم بک استش سکشن مقدمه، خودش وقتی دید که این اولین سکشن هست شماره اون سکشن رو کنارش قرار داده تو حروف چینی نهایی، فونتش رو تنظیم کرده با این سایز نسبتاً بزرگتر، فاصله سطری که لازم هست اینجا تنظیم کرده، اینو زده برای ما. خب بعد این متنی که ما نوشتیم، بعد نگاه کنید اینجا من خواستم بنویسم از استایل لاتک استفاده میشه، میخواستم از این شکل نوشتار نمادین لاتک که لوگو تایپش به حساب میاد استفاده کنیم. اولا خب این کلمه انگلیسیه، من از تگ بک اسلش لام استفاده کردم که میخوام الان متن انگلیسی بنویسم. داخل آکولات باز و بسته این بک اسلش لام زدم بک اسلش لاتک که تو حروف چینی به این شکلی که الان اینور سمت راست میبینید در میاد. هر جایی هم بخوایم هر نوع متن انگلیسی بنویسیم همین روند رو استفاده کردیم. الان نگاه کنید، الان ما در صفحه بعدی اینجا داریم میگه مثلا اندازه صفحات ما A4، مثلا A4 چون انگلیسی باید درج بشه مثل اینجا زدیم توی بک اسلش لام. یا اینجاها رو ببینید، حالتهای سینگل، بیفور، افتر تو خروجی با فونت انگلیسی باید ذکر بشه، بک اسلش لام براشون گذاشتیم. خب یه چیزی هم که باید یاد بگیریم محیط آیتمایز هست. اینجایی که میخوایم بولت وار یه سری از عناوین جدا بشن از هم دیگه، اینها رو مشابه چیزی که اینجا ملاحظه میکنید در یه محیط بیگین و اند آیتمایز قرار دادیم. هر کدوم از این آیتم ها به طور جداگانه یه بک اسلش آیتم خواهند داشت. پس اینم کاملا واضح و مشخص. وارد سکشن بعدی میشیم. خب بدونید که من نگران شماره این سکشن باشم، فقط به عنوان نویسنده میدونم اینجا میخوام بخش جدید رو شروع کنم، پس میذارم بک استیج سکشن، حالا شد بخش بندی مقاله. خب تو خروجی عیناً برای من اینو درست کرده، شماره هم زده. خب ادامهش به همین شکل هست، ادامه پیدا میکنه. اینجایی که گفتیم میخوایم به یک بخشی ارجاع بدیم، ببین من عرض کردم باید شما براش یه دونه برچسب تعریف بکنید. الان مثلا ما میخوایم به بخش 2-3 ارجاع بدیم، این قسمت قرمز رنگ که اینجا میبینید. خب برای ارجاع به این بخش 2.3 من ارجاع دادم به برچسبش. مثلا برچسبش این هست، اینترو مین فیت، که اینو داخل بک اسلش رف قرار میدم. این موقع کامپایل خودش میره شماره اون بخش رو در میاره میذاره. حالا این خودش کجا تعریف شده؟ بخشی که به عنوان 2-3 هست یه مقدار جلوتره. بخش خب میتونیم اینجا یه قابلیتی که تک ورکس داره اینه که شما میخواید اینجا به سورستون مراجعه کنید، اینو اینجا این به یه دلیلی الان نشون داده نمیشه، ولی یک گزینه داره بهتون جامپ تو سورس رو نشون میده. اونو که بزنی از پی دی اف میپره میره اونجایی که روی متن دقیقا مربوط به این قسمت از متن شماست. خب قسمت حالا جلوتر که رفتیم قسمت 2-3 رو ببینید، الان همینجاست. بله قسمت 2-3 اینه، یه لیبل براش زده، همین که سکشن رو تعریف، ساب سکشن رو تعریف کرده، ویژگی مقدمه، زیرش زده بک اسلش لیبل، این اینترو مین فیت رو اینجا قرار داده. عین همین رو بعدن شمارش استفاده میشه برای اون بخشی که بهش ارجاع دادیم که این قسمت بود. پس چیزی که تو لیبل تعریف شده با رف میشه بهش ارجاع داد. اینکه پرسیدید چجوری میشه این دستورات فارسی رو تعریف کرد، ببینید حالا چند تا روش داره. من اینو باید تو اون قسمت تکمیلی خدمتتون عرض بکنم. الان تو این قسمت بحث شده میدار احساس پیچیدگی بشه، ولی معمولا ما تو همون فایل هدر که تعریف کردیم اگر جایی نیاز داشته باشیم به دستورات فارسی میتونیم اون با دستور معادل اون EQ هایی که داشتیم دستورات جدید فارسی رو هم تعریف کنیم که اینا رو بعداً اگه لازم شد خدمتتون عرض میکنم. خب بریم جلوتر.
ویژگی هایی که توضیح داده شده. خب ببینید مثلا ما باز یه جای دیگه از مقاله نیاز داشتیم به لیست آیتمایز، مثل اینجا. الان دقیقا اینجا این تعریف صورت گرفته، بیگین آیتمایز، اند آیتمایز. هر کدوم از آیتم ها با یه بک استش آیتم از هم جدا شدن. اینجا که می‌خواستیم 3 نقطه بذاریم، دستور بک استش 3 نقطه رو استفاده کردیم. ملاحظه می‌فرمایید. خب بریم جلوتر. جاهایی که ارجاع می‌خوایم بدیم، دستور ارجاع بک استش سایت هست. این چیزی که داخل سایت داخل آکولاد باز واسش نوشته میشه، اون آیدی ریفرنسیه که ما باهاش می‌خوایم کار بکنیم. الان که شما مقالات آماده دستتون هست، این آیدیا رو ما دقیقاً برابر شماره مقاله قرار میدیم. یعنی دیگه نمی‌شینیم آیدی جدید تعریف کنیم، کارو سخت کنیم. هر شماره نویسنده به مرجعش نسبت داده، ما همون شماره رو عیناً تو این بک سایت می‌نویسیم. بعد تو لیست مراجع هم وقتی داریم آیدی مراجع رو مشخص می‌کنیم، همون شماره ها رو بهش تخصیص میدیم. عملاً تو کامپایل خروجی که تولید میشه همونیه که ما می‌خوایم. خب بریم جلوتر ببینیم دیگه چی داریم. ایجاد سیکشن ها، ساب سیکشن ها جالب هست براتون قطعا که دارید نمونه هاشو اینجا میبینید. هر جا ساب سیکشن هست میبینید مثلا اینجا ساب سیکشن عنوانش، بعد اومدیم پایین تر اینجا مثلا ساب سیکشن عنوانش رو گذاشتیم. حالا اون بخشی که شما شکل میخواید اضافه کنید به، وقتی من میخوام به شکل ارجاع بدم، گفتم نمیگم مثلا شکل زیر، شکل بالا، شماره شکل رو میگم. به جای اینکه شماره رو همینجا بنویسم که بعداً بالا پایین بشه، به لیبل شکل ارجاع میدم. یعنی شما کافیه بزنید _جیم. این _جیم یعنی همون ارجاع به شکل، به لیبل شکل. لیبل شکل رو اینجا داخلش بذارید. مثلا اینجا من این شکل تعریف کردم، بیگین و اند فیگر، که برای اینکه داخلش هرچی از وسط چین بشه دستور بک سنترینگ رو گذاشتم. بعد اون تصویری که اینجا مثلا وجود داشته توی فایل اصلی من، توی فولدر ایمیج، یه همچین تصویری برای ما وجود داشته. این تصویر PNG رو ما داشتیم. حالا خواستیم اینو بیاریم تو متنمون قرار بدیم. آدرس تصویر رو اینجا رو من گذاشتم. خب همه آدرس ها نسبت به آدرس فعلی به صورت نسبی محاسبه میشن. الان داخل جایی که هستیم فولدر ایمیج / اسم فایل، مثلا اینجا هست cyberpillars.png. این قبلش هم مثلا ما عرض تصویر رو میخوایم مشخص کنیم، اینجا گفتیم عرض تصویر 9 طول خط باشه و این دستور اینم تنظیم شده. بعدا میتونیم اینو کم و زیادش هم بکنیم. یه دستور بک کپشن داریم که چارچوب روش کلی پیشنهادی، یعنی اون چیزی که به عنوان زیرنویس شکل قرار جدا جاش قرار بگیره اینجا نوشته شده. لیبلی هم که اینجا بهش ارجاع دادیم عیناً همین اینجا ذکر شده. معمولا برای اینکه لیبل شکل ها و جدول از هم تفکیک بشن، لیبل جدول رو با پیشوند فیگ 2 نقطه شروع میکنیم. خب بریم جلوتر. ببینید باز من جای دیگه فیگر داشتم. مثلا توی این شکلی بود که فیگر ما ساب فیگر هم داشت. اینو مثلا اینجوری درست کرده، اومده داخل محیط فیگر خب اینجا مثلا گذاشته فیگر استار. خب فیگر استار فرقش با فیگر این هست که اگه شما محیط چند ستونی داشته باشید، با فیگر استار تمام ستون ها رو کنسل میکنه، یعنی شکل رو بالای همه ستون ها میشینه. الان چون متن ما تک ستونیه، این با فیگر معمولی فرقی نمیکنه. ولی اینو نگاه کنید، داخل فیگر ما ساب فیگر داریم. هرچند بعیده تو مقالات این کنفرانس شما خیلی اصلا به این ساختار نیاز پیدا بکنید، ولی بدونید که این هم وجود داره. اگر یه وقتی متن انگلیسی داخل پاراگرافتون یه ذره طولانی بود و احساس کردین اگر داخل خود متن بخواید بنویسیدش اذیت میشید، برید قشنگ خط بعد، از اول خط بعد چپ به راست اون متن رو تایپ کنید. اینجا فقط دیگه تگ LR رو استفاده کنید دیگه، چون فارسیه. اگر من بکستش لام بزنم این از این ور میخوره، یه مقدار حروف چینیش حتی در ظاهر چیزی که به شما نشون میده احساس میکنید ذره به هم ریخته است. ولی همون چپ به راست بزنید
با تگ LR خیلی بهتره. خروجی هم یکسانه. بعد حواستون باشه تو لاتک هم اصلا اسپیس های اضافی و اینترهای اضافی اصلا خونده نمیشن و اینکه یه جایی شما اینتر بزنید یعنی خط بعد نیست. خط بعد حتما باید یه خط اضافه رد کنید. مثل اینجا اگه میخوایم پاراگراف تموم بشه وارد پاراگراف جدید بشیم، مثل اینجا که ببین نوشته مشخص باشد، بعد رفتیم پاراگراف جدید، باید یه خط خالی بینشون رد کنید. اگر میخواید نه فقط برید خط بعد، 2 تا بک اسلش میذارید انتهای خط، اینجا مثلا 2 تا بک اسلش قرار میگیره، بعد دیگه این خط خالی رو لازم نیست بذارید. این فقط میره خط بعد، پاراگراف جدید به وجود نمیاره. خب این هم از این. حالا این فایل در اختیارتون هست، شما میتونید بقیه جزئیات رو هم تو فایل ببینید که هر کدوم از چیزایی که الان ما اینجا نوشتیم معادلش توی خروجی به چه شکلی در اومده. یک قسمت بحث جدول هاست که مقدار بحثش مفصل هست. الان نمیخوام خیلی وقتی کلاس رو بگیرم برای این کار. برای نحوه تهیه جدول فقط حواستون باشه جدول ها از محیط تیبل استفاده میکنن، بیگین تیبل، آخرش هم اند تیبل. بعد شما کپشن و لیبل جدول رو قبل از اینکه خود جدول شروع کنید باید بزنید. برای خود جدول بیگین تیبولار و اند تیبولار استفاده میشه. جلوی بیگین تیبولار یه دونه آرگومان اجباری هست که ساختار ستون‌های جدول با این تعریف میشه. مثلا من میخوام اینجا 2 تا ستون داشته باشم، ستون اولم وسط چین باشه، ستون دوم به صورت پاراگراف 6 سانتی باشه. اینو اینجوری تعریف کردم، گفتم سی بعد پی داخل آکولاد باز و بسته 6 سانتی متر، یعنی ستون بعدی یه پاراگراف 6 سانتی متری. اگر بخوام بین این 2 تا ستون یه خط رسم بشه باید یه دونه علامت خط عمودی اینجا قرار بدم. اگه میخوام 2 تا خط عمودی رسم بشه 2 تا میذارم به این شکل. حالا اینجا ما نمیخواستیم خطی بین ستون ها رسم بشه، به این شکل نوشتیم. خطای افقی رو هم با اچ لاین ایجاد میکنیم. اینجایی که میبینید اچ لاین نوشته شده برای خط افقیه. هر جا میخوایم سطر جدید تو جدول به وجود بیاد حتما 2 تا بک اسلش قرار میدیم برای رفتن به خط جدید. خب اینم ساختاری که باز میتونید مقایسه کنید، اصلا تغییراتون اینا رو اعمال کنید، خروجی بگیرید ببینید چه جوری میشه. فقط باز این نکته دیگه، اینکه علامت اند که تو جدول استفاده میشه به معنی رفتن به ستون بعدیه. ما سطر به سطر جدول رو تایپ میکنیم، ببینید مثلا تو خروجی چی داریم. این سطر اول نوشته نماد، ستون بعدی توضیحات، میریم سطر بعدی چجوری نوشتمش. ببین نوشتم نماد، میخوام برم ستون بعد، علامت اند بعد توضیحات، ستون بعدی نوشته شد. حالا میخوام برم خط بعدی، 2 تا بک اسلش اچ لاین، رفتم ادامهش رو قرار دادم. اگر لیستی خواستید ایجاد کنید که اون لیست شماره گذاری بشه به جای اینکه آیتمایز بشه با نقطه، به جای بگین آیتمایز اند آیتمایز بگین انومریت و اند انومریت رو می‌نویسیم. شبیه همچین لیستی در میاد، شماره گذاری میشه. جاهایی که پاورقی میخواد نوشته بشه اینم دقت کنید مهم هست، دستور فوتنوت رو باید استفاده کنیم. میخوایم مثلا اینجا این روش فوتنوت بخوره زیر صفحه 2 گذاشتیم، یا اینجا فوتنوت انگلیسی میخوایم بخوره 3 زیر صفحه اینجا. ببین چجوری نوشته شده، نوشته در این روش بدون هیچ اسپیسی من با دستور فوتنوت بزنم، بدون هیچ گونه اسپیسی اینجا اینو زدم. این چیزی داخل آکولاد باز و بسته نوشتم عیناً تو قسمت پانویس زیر صفحه تکرار شد. یا مثلا اینجا حسگر، حالا میخوام اینو انگلیسی بنویسم، تو این خط بیارمش یه ذره کار سخت میشه. برای اینکه تو حروف به مشکلی نخوریم یه علامت درصد میذارید، درصد علامت کامنته توی لاتک، یعنی هر چیزی بعد درصد بیاد دیگه تو کامپایل به حساب نمیاد، کنار گذاشته میشه تا انتهای خط. اینو گذاشتیم، بعد بلافاصله خط بعدی از دستور بک اسلش LT آر فوتنوت استفاده کردم، کلمه سنسور رو داخلش نوشتم.
این نقطه هم که اینجا گذاشته شده همین نقطه انتهای جمله است دیگه، با قسمت فوتنوت کاری نداره. حالا بعدا نگاه کنید مثلا برای نوشتن معادلات ریاضی مثلا محیط بیگین اکویشن اند اکویشن رو من دارم، این شماره گذاریش اتوماتیک انجام میشه. برای اکویشن لیبل هم میشه گذاشت. اگه خواستین اکویشن شماره نداشته باشه از محیط اکویشن استار استفاده میکنید و یه سری جزئیات دیگه که حالا اهمیت زیادی فعلا ندارن. این جاهایی که مثلا ببینید میخوایم قضیه تعریف کنیم، نتیجه تعریف کنیم، تعریف، اینا محیطای خودشو داره. مثلا بیگین دیفینیشن تعریف مثلا حالت پایدار رو میخوایم ارائه کنیم، از این محیط استفاده کردیم بیگین دیفینیشن، آخرش اند دیفینیشن اینجا. بعد برای قضیه تئورم رو داریم، بیگین تئورم، اند تئورم. برای اثبات بیگین پروف، اند پروف و چیزای مشابه این که حالا تو خود خروجی هم نگاه کنید قابل درکه. یه ذره بریم جلوتر. خب میرسیم به بخش نتیجه گیری، بخش از سکشن نتیجه گیری. برای این قسمت هایی که مثل سپاسگزاری و پیوست ها نمیخواستیم شماره بخوره، سکشن استار استفاده میکنیم. خب آخرش داخل بیگین و اند اسمال که سایز فونت رو داره یه مقدار کوچیک‌تر میکنه، یه دستور خورده بک اسلش بیبلیوگرافی ریفرنسز. شما تو مقالاتی که استفاده میکنید این بیبلیوگرافی رو ور میدارید، مثلا کلا ور لیست خود مقالات رو میارید برای اینکه ببینید چه چیزی این وسط درج میشه. من نمونهش رو بهتون نشون میدم. این فایل کامپایل شده BBL یه همچین چیزیه، حالا نه به این اندازه پیچیده، یه مقدار ما توی فرمت نهاییمون ساده تر همینو استفاده میکنیم. حالا جلسه بعد براتون توضیح میدم این باید به چه شکلی باشه. این رو هم عیناً تو اون فایل اصلی درج خواهیم کرد و این فایل وقتی کامپایل بشه یه خروجی به شما میده مشابه همین فایل PDF که الان داشتیم روش صحبت میکردیم، که حالا من برای کامپایل اینجا موتور زیلاتک رو باید انتخاب کنم و این رو علامت ران که اینجا وجود داره باید بزنم. خب این شروع میکنه دیگه به بررسی کردن. قاعدتا این فایل نباید خطا داشته باشه چون قبلا همینجا کامپایل شده، بدون خطا ما خروجی ازش گرفتیم. خب در اولین باری که کامپایل میخواد صورت بگیره، چون یه سری دیتا باید از سیستم جمع آوری بشه، مثل فونت ها اینا رو باید خلاصه جمع آوری کنه، ممکنه یه مقدار اولین بار کامپایل کند باشه، ولی در کل این کار سریعی هست. کامپایل لاتک حداقل برای یک مقاله خیلی سریع انجام میشه. خب الان این مراحل کامپایل رو داره نشون میده. بله الان رفت که صفحات رو بسازه. بعد الان تموم شد. حالا فرض کنید الان ما خواستیم عنوان این مقاله رو تغییر بدیم، مثلا راهنمای نوشتن مقاله برای کنفرانس ملی فضای سایبر، 2 نقطه مورد مطالعاتی ویراستاری مقالات. خب من اینو یک بار دیگه کامپایلش میکنم. ببینید دفعه بعد یه مقدار سریع‌تر این کار انجام میشه. ببینید دقیقا عیناً این تغییر که عنوان داده شد الان تو خروجی ظاهر شده. خب حالا این بحث جامپ تو سورس فعال شده. یه بار که کامپایل میکنین اطلاعات فایل سورستون هم توی فایل کمکی ذخیره میشه، بعد اونو میتونید ازش استفاده کنید. الان مثلا شما اینجایید میخواید ببینید این چجوری باید تغییر کنه، تو فایل سورس کجاست، کلیک سمت راست میکنید رو فایل PDF تون، جامپ تو سورس رو اگر بزنید این تو فایل اصلی اون قسمت متن رو براتون باز میکنه. برعکس هم اینور ما جامپ تو PDF داریم. حالا مثلا من رفتم پایین‌تر، الان میخوام ببینم این معادله که اینجا نوشته شده توی محیط الاین
چجوری خروجی داده جام تو PDF میزنم، اینا برای من اینور برمیگردونه. خب این اجمالاً یک مروری بود بر نحوه نگارش مقاله توی لاتک. من سعی کردم دستورات اصلی و اون نکات مهمی که تو نوشتن هست با تاکید بر نیازی که حالا توی ویراستاری مقالات کنفرانس فضای سایبر داریم اینا رو خدمتتون عرض بکنم. حالا اگر دوستان سوالی یا نکته‌ای دارید بفرمایید. ما بعداً هم باید یه جلسه دیگه بذاریم، من مثلا یه چند تا مقاله رو یه بخشایش رو به صورت آنلاین براتون ادیت کنم، ببینید مثلا موقع ادیت چه چیزایی تاکید میکنم و برامون مهمتر هست، یا ممکن حالا یه سری فوتای کوزه‌گری باشه، یه لمایی باشه، اون رو هم در خلال این موضوع براتون توضیح بدیم. خب دوستان میفرمایید که سوالی نیست. خیلی هم خوب. بسیار عالی. خب از این وقت گذاشتید برای این کلاس، از همتون متشکرم. این ویدئویی که از این کلاس ضبط میشه رو هم به اشتراک میگذاریم برای دوستانی که حضور نداشتن یا دوستانی که میخوان مجددا حالا بخشایش رو ببینن. اگر سوالی یا نکته چیزی هم داشتید خوبه تو همون گروه توییتا مطرح بکنید، من تو اولین فرصت پاسخ میدم و انشالله کار بره جلو. طی هفته آینده هم مقالاتی که برای ویراستاری انتخاب شدن رو به دوستان اساین میکنیم. حالا سازوکارش مشخص میکنم نحوه اساینمنتش به چه شکلی باشه. قاعدتا از طریق خود وبسایت درس این کار انجام خواهد شد. بسیار خوب. اگر سوالی نیست شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید و به امید دیدار شما در کلاس هفته آینده. خدا نگهدار همگی.